در نیویورک در یک شرکت مالی با گروهی از افراد بسیار باهوش کار می‌کردم و رئیس فوق‌العاده‌ای داشتم که خیلی به او احترام می‌گذاشتم. پیش او رفتم و گفتم که می‌خواهم شرکتی راه‌اندازی کنم که کتاب را در اینترنت بفروشد. او من را به یک پیاده‌روی طولانی در سنترال پارک برد، با دقت به حرفایم گوش داد و گفت: به نظر ایده خوبی می‌آید، اما شاید برای کسی که شغل خوبی ندارد بهتر باشد. می توانید شغلی داشته باشید، می توانید حرفه‌ای داشته باشید، یا می توانید عشق به کاری داشته باشید. اگر بتوانید راهی پیدا کنید که همه اینها را با هم داشته باشید، واقعاً موفق شده اید، چون این کار بزرگی است. 25 سال پیش با من آشنا شد و گفت: می خواهم تو در شرکت بزرگم سرمایه گذاری کنی. از او پرسیدم: تو چه کار می کنی؟ گفت: در گاراژم یک کتاب فروشی باز می کنم، از اینترنت فروش می کنم، مردم آنلاین خرید می کنند و من از گاراژ ارسال می کنم. اما اگر در شرکت بزرگم سرمایه گذاری کنی، یک روز یکی از ثروتمندترین افراد جهان می شوم و بیش از 100 میلیارد دلار به دست می آورم. 25 سال پیش 100 میلیارد دلار از نظر آماری وجود نداشت. حتی کشورها اینقدر پول نداشتند. بدهی دولت‌ها هم 100 میلیارد دلار نبود. این جوان 26 ساله به من می گفت که چون گاراژ و اینترنت دارد، ثروتمندترین فرد جهان می شود. این واقعیت او بود، خودش هم نمی دانست. من همینطور. اما تفاوت من و او این بود که من به او خندیدم و مسخره‌اش کردم، در حالی که او برای خودش کف میزد که در زمان درست، راه درست را انتخاب کرده است. من هم آنجا نشستم و با خودم گفتم: این کار هیچ شانسی برای رشد ندارد. با چیزی که به اون شور و اشتیاق دارید کار کنید، دنبال هیجان موقتی نروید. از این دیدگاه واقعاً انتخاب سختی بود، اما در نهایت فهمیدم که باید شانس خودم را امتحان کنم. هرگز به شکست خوردن بعد از امتحان کردن فکر نکردم، بلکه شک داشتم که اگر اصلاً امتحان نکنم، این تصمیم تا آخر عمر رهایم نکنه. پس از فکر کردن تصمیم گرفتم راه کمتر اما پر از شور و اشتیاق را انتخاب کنم و به این تصمیم افتخار میکنم. وقتی بچه کوچکی بودم در گاراژ اختراع میکردم، از لاستیک های پر از سیمان درب اتوماتیک میساختم، با چتر و فویل آلومینیومی یک اجاق خورشیدی که خوب کار نمیکرد میساختم. برای به دام انداختن برادرهایم آلارم درب میساختم. همیشه میخواستم سرمایه گذار باشم و او هم به من گفت که دنبال شور و اشتیاقم بروم. تجربه خاصی که خیلی دوست دارم این است: به سرعت باد، به سنگینی ابر، در هر کاری که بودم دیدم که دقیقاً این چیزی است که به شما اجازه پیشرفت میدهد. در زندگی استعدادهایی دارید و می‌خواهید از آنها استفاده کنید، اما توصیه‌ای که در راه موفقیت می‌توانم به شما بدهم این است که موفقیت نه در استعدادهایتان، بلکه در سخت کوشی و انتخاب‌هایتان است. استعدادهایتون ممکن است شما را تعریف کنند، مثلا در ریاضیات خیلی خوب باشید و برایتون آسان باشه، این یک استعداد است. اما اعمال کردن ریاضیات و بردن آن به مرحله بعدی خیلی پیچیده و سخت است، این یک انتخاب است. از استعدادهایتان واقعاً نمیتوانید افتخار کنید، چون آنها به شما داده شدند. میتوانید سپاسگزار باشید، اما اگر سخت کوشی را انتخاب کنید، کارهای سخت را انتخاب کنید، اینها چیزهایی هستند که میتوانید به آنها افتخار کنید. ما همه میتوانیم انتخاب کنیم، داستان زندگیمان را خودمان بنویسیم و آنچه ما را تعریف میکند انتخابهایمان است، نه استعدادهایمان. همه در این سالن استعداد دارند، من هم استعدادهای زیادی دارم. از استعدادهایتان نمیتوانید افتخار کنید چون ذاتی هستند. ممکن است قد بلند باشید، در ریاضیات عالی باشید، خیلی زیبا یا خوشتیپ باشید. استعدادهای زیادی وجود دارد، اما فقط از انتخابهایتان میتوانید افتخار کنید. میتوانید زندگی راحت و امن انتخاب کنید یا زندگی پر از خدمت و ماجراجویی. وقتی به 80 سالگی برسید، فکر میکنید به چه چیزی بیشتر افتخار خواهید کرد؟ به انتخاب زندگی پر از خدمت و ماجراجویی بیشتر افتخار خواهید کرد. هیچ وقت زمان بهتری برای زندگی کردن وجود نداشته است. مقدار الهامی که جهان برای من تولید کرده باور نکردنی است و فکر میکنم برای بسیاری از شما هم مقدار تغییر، اختراع و فرصتها دیوانه کننده است. زندگیتان که خودتان از صفر مینویسید شروع می شود. استعدادهایتان را چطور استفاده می کنید؟ چه انتخابهایی می کنید؟ آیا این رسی، بی حرکتی، راهنمایتان خواهد بود یا شور و اشتیاقتان را دنبال می کنید؟ آیا تقلید می کنید یا اصیل هستید؟ زندگی راحت انتخاب می کنید یا زندگی پر از خدمت و ماجراجویی؟ در برابر انتقادها تسلیم می شوید یا به باورهایتان پایبند می مانید؟
وقتی اشتباه می‌کنید، انکار می‌کنید یا عذرخواهی می‌کنید. قلبتان را در برابر رد شدن محافظت می‌کنید یا وقتی عاشق می‌شوید اقدام می‌کنید. از ریسک دوری می‌کنید یا کمی دیوانه‌وار عمل می‌کنید. وقتی سخت می‌شود تسلیم می‌شوید یا مقاوم می‌مانید. تمسخر کننده هستید یا سازنده؟ باهوشیتان را به ضرر دیگران استفاده می‌کنید یا مهربان هستید؟ هر بار که راهی پیدا کنید تا ابزارها و خدماتی ارائه دهید که به دیگران کمک کند خلاقیتشان را به کار بگیرند، واقعاً چیزی بزرگ ساخته اید؟ اگر حرفه‌ای دارید خیلی خوششانسید، بسیاری از مردم در نهایت فقط شغلی پیدا می‌کنند. اگر شغلتان را دوست نداشته باشید، هیچ وقت در آن عالی نمی‌شوید. همه کنجکاوان تاریخ مثل ژول ورن، گالیله، نیوتن دوست داشتند در این عصر زندگی کنند. ما به عنوان یک تمدن استعدادهای زیادی خواهیم داشت، همانطور که شما به عنوان افراد استعدادهای زیادی دارید. این استعدادها را چطور استفاده می‌کنید؟ به استعدادهایتان افتخار می‌کنید یا به انتخاب‌هایتان؟